1500 مقاله و 600 خطابه است. عناوین تعدادی از آثار تجدید چاپ شده او: تحلیل مطبوعات ایران، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، مجموعه مقالات در مورد سید جمال الدین اسدآبادی، مجموعه مقالات در مورد فردوسی، مجموعه مقالات در مورد گلستان سعدی، مجموعه مقالات در مورد دیوان حافظ و در مورد خیامی یا خیام، در مورد تاریخ تحلیل مطبوعات، در مورد محمد زکریای رازی، در مورد اعزام محصل به اروپا و غیره. در سال 57 نخستین جایزه آثار ملی از سوی انجمن آثار ملی به او عطا شد.